دکتر صاحب مثل که قبلا هم به شما گفتم، درس تا درس 14 شامل امتحان میشه، از 15 16 شامل امتحان نیسته. درس امروز ما هم شامل امتحان نیسته. بسیاری از دکتر صاحبا سوال میکردن که وزن جنین ما چطور میتونیم تعیین کنیم، یا چطور میشه که یک جنینی که در داخل حمل است بفهمیم که می رشدش به چی حد است، چطور است، وزنش چی رقم است. امروز ما شما میخوانیم که یک وزن جنین چگونه میتونیم تعیین کنیم. وقتی ما میتونیم یک وزن جنین پیدا کنیم یا تعیین کنیم که یک ابدومینال سرکمفرانس، هد سرکمفرانس، بی پی دی و افل، یعنی بای پریتال دیامتر و فیمورلند نزد ما موجود باشه. وقتی که ما هر چهار از این را تعیین کردیم در صفحه مانیتور تلویزیونی ما یا التراساوند ما، در اونجا باز یک در تمام ماشین های التراساوند این یک وجود داره. البته وقتی که شما همین چهار چیز را تعیین میکنین، بعد از اینکه این چهار چیز تعیین شد، شما در داخل موبایل یک چیز میبینید به نام EFW، یعنی Estimated Fetal Weight. در خود ماشین به شکل اتومات مثل از این که FL نوشته است، یعنی فیمورلند نوشته است، BPD نوشته است، AC نوشته است، عین از مو بخش نوشته است EFW Estimated Fetal Weight. وقتی که شما این چهار بخش پیدا کردین، در بالای EFW کلیک کردین، در اون صورت شما میتونین که محاسبه وزن جنین پیدا کنین. یعنی بسیار به شکل آسان. سر طفل معاینه کرده، اندازه گرفتین، پای رانه یا استخوان، بزرگترین استخوان رانه یعنی طویل‌ترین استخوان بدن فیمور است. وقتی که از طفل استخوان پایش اندازه کردین و قطر بدنش اندازه کردین، در اون صورت شما میتونین پیدا کنین که یک طفل وزنش به چقدر است. اما این وقتی که شما امی وزن طفل در تریمستر دوم اندازه گیری میکنین، یعنی در ماهای زیادتر در ماهای هفتم میگیرن، پنجم، ششم، در هفتم. در اون صورت به شما بگویم دکتر صاحبا که در تریمستر دوم این قدر قابل قبول نمی باشه، چون در تریمستر سوم رشد زیاد است، طفل خود تکمیل میکنه، باید در تریمستر سوم هم اندازه گیری شود. وقتی که تریمستر سوم اندازه گیری شود، این به شکل درست. البته یک چیز دکتر صاحبا در نظر بگیرین که هیچ وقت ما نمیتونیم وزن یک طفل به شکل دقیق در تلویزیونی تعیین کنیم. این به این نیست که بگوین دکتر مهارت نداره یا ماشین خوبش نیست، چون این 100% نیسته. هیچ وقت یک ماشین التراساوند وزن دقیق به شما نشان نمیده. اما چون شما خودتان خواستین، زیادتر خواهشتان این بود که ما چطور میتونیم که یک وزن تعیین کنین، به شما ایره جداگانه جور کردیم آوردیم. و هیچ وقت ما نمیتونیم در یک التراساوند وزن دقیق تعیین کنیم. اما وقتی که یک کدام ماشین نمی باشه که ماشینی که همی وزن طفل تعیین کنه، در اون صورت اینجا یک فرمول است، این فرمول به شما رساندم. البته این فرمول یک ذره سخت‌تر است، شاید بگوین که با شکل درست یاد نمیگیریم، چون این فرمول بسیار سخت آمسته و زیادتر دکترها که هستن امی فرمول به شکل یک چارت در معاینه خانه خود بند میکنن یا یک ورق سفید در معاینه خانه نصب کردگی است. تو نیست که فرمول ما از یاد کنیم بگیم باید 100% باشه، چون اعداد بسیار زیاد داره. در اینجا 1.3596 است، اما در فرمول باقی مانده نوشته از 10 به توانه، یعنی 10 به توان به ما قدر 0.0346. باز امی هد ابدومینال سرکمفرانس، یعنی دور شکمش چقدر است همراه پایش، این ضرب میکنین، بعد از او جمع از 0.0064 میکنین، هر کدام از یار اول ضرب میکنین، باز کلش جمع میکنین. این یک فرمولی است که از یاد نمیشه که شما بگوین ما این از یاد کنیم. این را میتونین که مثل یک چارت وری اگر در کدام قسمتی که قرار میگیرین که قابل از تلویزیونی در دسترستان باشه، اما تلویزیونی باشه که امی EFW را تشخیص داده نتانه یا تعیین کرده نتانه به شما. بدون از او بسیاری از تلویزیونی های عالم هستن که مریضا من میگیم این چون 100% نیست، ما تعیین کرده نمیتونیم.
اما چون خواست خود شما بود من به شما آوردم. در بسیاری از کتاب ها میگن که وقتی که شما قف دسته، یعنی قف دست امو طفلک اندازه کنین بطنشه و سرشه، در این صورت هم میتونین پیدا کنین قطر وزن طفله. اما به حالت دقیق اگر در نظر بگیرین وقتی که شما قطر بطن طفلک یا جنینه، قطر سرشه، البته به بی پی دی و هید سرکمفرانسشه و ایفله شما پیدا کنین و بالای کلیک EFW یعنی استیمیت فیتال ویت بزنین، وزن طفل خود به خود میکشه و 100% برتان میگیم که دقیق نیسته. مگروزومی جنین است، یعنی طفلی که از اندازه زیاد بزرگ می باشه، کلان می باشه. به حالت گفته میشه که به طفل چاق، طفلی که از حد نرمال چاقتر است، جنینی که در داخل بطن است البته چاق است، یعنی وزن نزدیک جنین وزن نرمال از 2.5 تا 3 تا 3.5 هم نرمال گفته میتونیم. اما وقتی که یک طفل 4 کیلوگرم یا 400,000 گرم یا 4,500 گرم باشه، در اون صورت میگیم 4 کیلو یا 4.5 کیلو. این یک طفل چاق است یا مگروزومی است. این بسیار سبب اختلاطات میشه. نه ای که تنها اختلاط سبب ازیشه که به خود می طفل سبب مریضی ها شوه، نه بلکه به مادر هم مشکلات پیدا میکنه. وقتی که امی طفل پیدا میشه، تولد میشه، ممکن است در وقت ولادتش سبب لستریشن نزد مادر شوه. پارگی کانال ولادت، لستریشن. ممکن است این لستریشن به هر حالت باشه، این میتونه گرید 1 باشه، گرید 2 باشه، گرید 4 باشه، نظر به چاقی طفل است. میتونه چون قبل ما فهمیدیم که همین سبب ولادت نمیشه، طفل بزرگ است، دردای مادر شروع نمیشه، این سزارین شوه میخوانم. یا اگر چیز شوه میتونه سبب پی پی اچ پوست پارتم هموراج نزد مادر شوه. اما قسمی که در نزد مادر این مشکلات میره، در خود جنین هم با وجود میاد. وقتی که به ولادت میره، امی جنینی که وزنش کلان است یا از شانش مبرای به جای میشه، یا ممکن است پایش اگر کش کنی، چون وزن زیاد داره. سابقا واکیوم بود، واکیوم با سال قدر استفاده نمیکنن، اگر استفاده هم کنن خود از سرش میندازن که زیادتر خوبتر امی ولادت از بی طفل سیزارین از بیا. اما سبب اختلاط هم در مادر میشه هم در طفل میشه. و ایره به شما دکتر صاحبی بگویم که زیادتر کسایی که معاینات مطالعات انجام دادن و فهمیدن که هیچ وقت التراساوند نمیتونه پیش بینی کنه که وزن طفل دقیقاً چقدر است. یا ما مثلا گرد بطن مریض معاینه کردیم، رأس مریض اندازه کردیم، فیمور لنتش اندازه کردیم، باید همین چیزی که در تلویزیون نشان داد وزن طفل ما باشه. نه خیر، این تلویزیونی وزن دقیق نشان داده نمیتونه. ای با ای هم مثل که قبلا به شما گفتم بگوین دکتر مهارت نداره یا ماشین خوبش نیست. چون این یک چیزی هست که امکان داره همیشه اندازه غلط برای طفل چاق است، ممکن است هیچ اندازی درست تعیین کردن نتونین. مثلا از طفلک بطنش کلان می باشه، چرا؟ به خاطر که یک لایه چربی، وقتی میفهمه شما یک طفلی که چاق باشه، مکروزمی باشه، بطنش چاق می باشه و یک لایه شم دبل در شکم می باشه. شما که اندازه میکنین این خدا نظر نمیگیرین که لایه شم در نظر بگیرین شمش تا چه قسمت است. شما اندازه قطر شکم میگیرین. در این صورت ممکن است که اشتباه باشه. مثلا شما در این حالت میبینید، مثلا در این حالت شما میتونید ببینید این یک قطر شکم گرفته، اما شکمی که میبینید چهارطرف شکم سفید است، یعنی به شکل ایکوجینیک دیده میشه. این چرا ایکوجینیک است؟ به خاطر که ایره شم گرفته، چهار طرف ابدومینال به شکل شم است. دکتر صاحبی که سوال کردن میبینین یک شکل کیس مانند واره استومک دیده میشه دایش، یعنی هی از حباب میدوی است، اسپاینش است، یعنی فقرات دو دیده میشه. و در اون صورت شما این میتونید که بگوین یک قطر بطنی به این شکل تعیین کنید.
اما در اینجا خاصیتش چی است؟ وقتی که این تیر در طرف دست راست میبینین در ایمیجش یک تیر گرفته شده به طرف دو طرفه، او اندازه شهمی است که در نشان داده شده، اندازه شهم در بطن نشان داده. یعنی شما اگر بخواین بگین معاینه تلویزیونی ما کردم و طفل مرا نشان داد که قطرش این قدر است، پس او دقیق نیست، 100% غلط است، چون 100% هیچ وقت یک التراساوند و تایم ولادت تعیین کرده میتونه، اما وزن طفل تعیین کرده نمیتونه. در این عکس که شما میبینید یک طفل نرمال یا خردتر میبینید. در این طفل خرد که هست شما میبینید که اندازه قطر بطنش به یک حساب اگر برتان بگویم 34 سانتی متر گفته، اما یک طفلی که چاق است و دور شکمش یا حسیش یا سرکمفرانسش 40 است، در اون صورت اندازه‌اش میبینید. اما وقتی که بعد از ولادت میشه، وقتی که طفلک ولادت میکنه، همین اندازه که شما در تلویزیونی یا التراساوند انجام دید عین این اندازه نمی باشه، بلکه تفاوت داره. یا در این عکس شما میتونید دیده سفیدی که در ایمیج التراساوند شما میبینین به شکل تیر نشان داده شده. این یک شحمی است که اطراف بطن نگرفته. وقتی که شما ایره اندازه میکنین یک ابدومینال سرکمفرنس، شما نمیتونین که بگین نه ما این چربیش جدا میکنین تنها از قسمت وسطش میگیرین. شما باید 4 گرد اطراف بطن اندازه کنین. در اون صورت ممکنه وزنی که شما تعیین میکنین غلط میکنه. یعنی طفل نرمال به طفل ماکروزومی به این شکل میباشه. و این هم که شما میبینین اندازه شحم است. شحم به شکل سفید یا ایکوجینیک در التراساوند دیده میشه. و در ایش هم که گفته SSTT که حتما چیزش میبینین، این هم همین چیز است، یعنی ایش موجودیت شحم نشان داده. ایجوش هم ASTT است و یا SSTT. این مطلب شدیست ابدومینال سبکوتانیوس تیشیو. استیمیت تیشیو. عواملی که کدام عوامل سبب یک ماکروزومی میشه، یعنی سبب بزرگ شدن همین طفل میشه؟ ممکن مادر شکر داشته باشه. زیادتر خانمایی که شکر دارن وقتی که ولادت میکنن یا طفلشان زیادتر ولادت میکنن به عملیات میره، سیزارین میره، طفلشان بزرگتر از حد نرمال میباشن. یعنی یک خانمی که شکر داره طفلش زیادتر وقتا یا بگویم که همیشه وزن زیادتر می داشته باشه، چاقتر می باشه، چون مصرف شیرینی در اینا زیاد است. یک خانمی که اگر شکر نداشته باشم شیرینی زیادتر استفاده کنه، ممکن است طفلش چاق باشه، کلان باشه. خود مادر وزن داشته باشه، چاق باشه، در ولادت قبلیش یک ماکروزومی بوده باشه. و یک چیز دیگه دکتر ثابت نره، یک طفلی که از 40 ویک بالا میره، یعنی هنوز 41 ویک شده، 42 ویک شده، ولادت نکده، در او هم ممکن که امی وزن طفل زیاد شود.